پسرم، شاهزاده من، پسر گلم، کجایید شاهزاده؟ بله مادر جان، بله در خدمتم، بفرمایید. شاهزاده من، بیایید این گوشی تلفن مرا بگیرید و رویش یک PVN خوب نصب کنید. VPN مادر جان، VPN. چی؟ از کردیم VPN همون فیلتر شکن بگویید آسان تر است. خب ما هم همین را گفتیم، PVN دیگر. VPN مادر جان، VPN. خب حالا هر چی، بروید و روی گوشی نصب کنید تا بعد از نوع مرغوب نصب کنید. دلمان میخواهد تمام فیلترهای عالم را بشکند. نمی شود مادر جان، گوشی شما هوشمند نیست، نمی شود. ایرادی ندارد که هوشمند نیست. شما بریزید، ما خودمان رسیدگی میکنیم. مادر جان شما متوجه نمی شوید. ببینید. ما متوجه نمیشویم؟ آری، ما متوجه نشو هستیم. اگر نبودیم 9 ماه به امر همایونی پدر بزرگوارتان شما را هم نمی کردیم. اگر نبودیم به نوکران امر نمی کردیم شبها به پایتان بیدار بنشینند. اگر نبودیم جوانی و زیبایی ما نای پایتان نمی گذاشتیم. نه، این مربوط به دعوای من با اعلیحضرت است. اگر نبودیم امر نمی کردیم چشمان دایگانتان به قد کشیدن قد ملوکانه تان تمسو شود. دل ما شکست. می ترسیم چین و چروک بر چهره زیبای من بنشیند. برویم یکی از نوکران را فلک کنیم تا شاید کمی دلمان از این گستاخی ملوکانه آرام گیرد. کاشکی میشد بهت بگم چقدر صدا تو دوست دارم، چقدر مثل بچگیام را